مردم دزفول این فضاها را در صخره‌های مجاور رودخانه دز ایجاد کرده، به آنها پناه آورده و از آنها استفاده می‌کردند. دیواره کت‌ها ارتفاعی بین 2 تا 4 متر داشته و سقف آنها به وسیله سنگ‌های ریز و درشت کنگلومرات به شکل طبیعی تزئین شده‌اند. مساحت کت‌ها بسته به امکان توسعه و کاربرد آنها از 5 متر تا بیش از 100 متر مربع نیز حفر شده‌اند. مردم بسیاری از شهرهای مختلف، به خصوص شهرهای با آب و هوای گرم در تابستان، به شهر دزفول آمده و ساعاتی از شبانه روز را درون این کت‌ها و در کنار ساحل زیبای رود دز می‌گذرانند. با توجه به آب و هوای شهرستان دزفول، کت‌ها از خرداد تا مهر ماه می‌توانند پذیرای گردشگران و علاقمندان باشند. رودخانه دز یکی از پرآبترین، شیرین‌ترین و گواراترین آبهای جهان محسوب می شود که با وسعت و جریان خود در تمام سال شوری وصف ناپذیر در منطقه شمال خوزستان ایجاد می کند.